شب 11 دکامبر با سپارش وزیر تندرستی تاجیکستان جمالالدین عبداللهزاده 4 معاون او از 4 بیمارخانه مرکزی ناحیه وادی ایسار بازدید کردند. طبق اطلاع مرکز مطبوعات وزارت، معاون یکم وزیر غفور محسنزاده از بیمارخانه مرکزی شهر ایسار، زلفیه عبدالصمدزاده از بیمارخانه مرکزی ناحیه رودکی، شادیخان جمشید از بیمارخانه مرکزی ناحیه شهر نو و سمرالدین علیزاده از بیمارخانه مرکزی شهر ترسانزاده بازدید کرده با فعالیت شعبه های بیمارخانه های مذکور شناس شدند و همزمان با بیمارانی که در مؤسسه های تندرستی به طبابت فرا گرفته شدند صحبت کردند. شناس های با وضع واقعی مؤسسه های تندرستی و رفت خدمت رسانی طبیبان در شبانگاه، آمادگی آنها برای معتدل گذرانیدن فصل زمستان، واخوری با بیماران، هدف اصلی این بازدیدهای ناگهانی مسئولان وزارت تندرستی نام برده می شود.